سلام، خوش اومدید. میخوام یه ترک تکنو رو بررسی کنم و با خصوصیات و ارنجمنت سبک تکنو یه مقدار آشنا بشیم. سبک تکنو یکی از سبکای قدیمی الکترونیکه و یه صدای خیلی به خصوصی داره به خاطر سازهایی که توش استفاده میشه. حالا اینا ساز نیستن، درام ماشین و سینتیسایزرن و توی تمام ترک‌های تکنو تقریباً از این درام ماشین و سینتیسایزر استفاده میشه به اضافه چیزای دیگه. ولی اون اول که سبک تکنو شکل گرفته بود این دوتا سینتیسایزر وجود داشتن و میره مثلا واسه دهه 80-90 میلادی اون موقع کامپیوتر مثلا ایبلتون اینا نبود که مجبور بودن با سخت افزار کار کنن و اجرا کنن و همین دوتا سازو داشتن و مجبور بودن که خلاقیت به خرج بدن و یه جوری جذابش بکنن و یه سبک جدیدی به وجود اومد به اسم تکنو. تکنو یه سبکیه که خیلی تکرار توش هست و اگه یه شنونده مثلا عادی باشه توی اسپیکری که مناسب نباشه گوش بده فکر میکنه که از اول تا آخرش همینطوری داره تپ 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 میکنه و به نظرش خیلی مسخره میاد. ولی خب توی اسپیکر بزرگ اگر گوش بدین توی کلاب که در واقع کلاب جاییه که این موزیک براش ساخته میشه گوش بدین متوجه یه سری جزئیاتی میشید که در طول زمان توی ترک وجود داره، یه تغییرات جزئی وجود داره. تشخیص دادن ارنجمنت اینجور ترک ها یه مقدار سخته چون که تقریبا ارنجمنتش نامرئیه، بین این سکشن ها که جابجا میشن خیلی متفاوت نیستش که بگید دقیقاً کجا دراپه، دقیقاً کجا چیه. توی یه ترکی مثل پاپ یا هیپ هاپ مثلا هوک مشخصی هست و انقدر تضاد دارن که تشخیص دادنش راحته، ولی توی این ترک ها یه مقدار باید بیشتر دقت کنید. ترک ها طولانیه توی تکنو معمولاً و بریم که این ترک رو بررسی کنیم و ببینیم که چه چیزی واقعا سبک تکنو رو به وجود میاره. این ترک از یه خانوم به اسم شارلوت دویت، اگر اشتباه تلفظ نکنم توی دیسکریپشن می نویسم که اگر برید خودتون این ترک رو گوش کنید چون ترک 8 دقیقه است و تمامش رو پخش نمی‌کنم چون حوصلتون سر میره. شارلوت دویت سلکتد اسم ترک و به نظرم ترک خیلی خوبیه برای بررسی کردن و دقت کردن چون که اون عناصر اصلی تکنو رو داره. عناصر اصلی تکنو یه درام ماشین به اسم 909 و یه دونه درام ماشین، یه دونه سینتیسایزر به اسم TB303 یا TB303 جفتشون برای رولند بوده و از اون درام ماشینا و سینتیسایزرهایی که هنوزه دارن باهاش آهنگ میسازن. این ترک برای سال 2019 هنوز هم برین تکنو گوش کنید صداها رو میشنوید توی ترک های تکنو و این دوتا صداست که باعث میشه سبک تکنو اون صدای خاص خودشو داشته باشه. یه مثال بزنم براتون از درام ماشین و سینتیسایزره که متوجه بشین کدوم صداست چون مطمئنم همه شنیدید اینو. توی ایبلتون یا تو هر دای دیگه‌ای که برین و سرچ بکنید 909 قطعاً یک کیت درام 909 وجود داره. چقدر زیاده کور. اوکی، کور کیتشو میاریم اینجا و یه دونه درام ماشین 909 واسه اون سامپل شده آماده مصرف. تمام صداها رو سامپل کردن و این داستانا، ولی خب مثل واقعیش نیستش چون با واقعی میتونید قشنگ نابا رو بچرخونید، دستکاری بکنید، ولی خب توی DAW عوضش میتونید که اتومات کنید و این ترک ها هم بیشتر با اتوماسیون تغییرات توش به وجود میارن. یه صدای دیگه ای که هست صدای بیسلاین تریو توی ایبلتون دقیقاً سینتیسایزر شبیه سازی شده ای از TB3 نیستش ولی یه دونه پریست هستش برای TB3 که اوکی هم هست. هدفون رو بذارم. خب صدای بیسلاین TB3 دقیقاً همون صدای اسید بیسلاینه، بهش میگن بیسلاین اسیدی و صداش به خاطر رزونانس و کاتافشه که همین رزونانس و کاتاف رو اتومات میکنن در طول ترک و صدای اسیدی به وجود میاد. اگر آرتوریا داشته باشین پکیج آرتوریا رو یه دونه پلاگین داره به اسم اسید وی که من اینجا لودش کردم. بذار اینم ببندیم. خب این اسید وی دقیقاً شبیه سازی همون TB03. اینترفیس خیلی ساده ای داره، در واقع هیچ چیز خاصی نداره. یه دونه سیکونسر داره که اینجا حالا کلیداشه، یه قسمت فیلتر داره و تنها چیزی که ما باهاش توی این سینتیسایزر کار داریم همین کاتاف و رزونانسه.
یکی این نوع کاتاف و رزونانسه. وقتی این سینتیسایزر رو لود میکنید سیکونسرش روشنه. اینا ادوانسه که بزنید یه قسمت ادوانسی باز میشه، یه پنجره به تمام ویژگی های ادوانسی که آرتوریا اضافه کرده. شما تو TBO3 خیلی ساده است، ولی خب این چیزی که آرتوریا داره خیلی امکانات داره برای کار کردن. سیکونسرش آنه. بذار من یه پریست مثلا بیارم، همش سیکونس در واقع. میدیم هم که هیچ وقت کار نمیکنه. این کاتافو که تغییر میدی اتومات شدن این دوتا پارامتره که باعث میشه اون بیسلاین اسیدی به وجود بیاد. شما یه سیکونس بیسلاین درست میکنید توی ایبلتون و این دوتا پارامتر رو اتوماتش میکنید و اون حالت اسیدی به وجود میاد که الان هم توی این ترک میشنویم. صدای دیگه هم که گفتم درام ماشین 909 ولی همینطوری شما نمیخواید از 909 استفاده کنید، قطعا باید پردازشی روش انجام بدید. الان این ترک که اولش مثلا گوش کنید، بیس درامش خیلی متفاوته با این. چرا؟ چون که هر درامو، هر صدای درامو اونا جداگونه پردازش کردن. مثلا روی این یه دونه احتمالاً یه دونه دیستورشن و یه دونه ریورب اینا گذاشتن. خلاصه این که باید این 909 رو پردازش کنید. این اسید ویتونه هم احتمالاً بعضی جاها بفرستین توی دیلی. یه پلاگین دیلی توی اینجا خودش داره، افکت رو نگاه کنید یه دیلی باید داشته باشه، ولی بهتره که یه دیلی جداگونه باشه. بعضی جاها که دیگه صدا خیلی بیسی نیست و میره فرکانس بالا، اونو بندازین تو دیلی که اینجام توی این ترک بازم اینو میشنوید. این ترک ارنجمنتش اگر بخوام بگم 8 دقیقه است. خب تقریبا میشه گفت که 2 دقیقه اولش اینتروشه، 2 دقیقه آخرش آوتروشه. چی کار میکنه؟ همینجوری با یک کیک درام شروع میکنه و اولا اکثر کارهای الکترونیک اولشون این کیک درامو دارن برای یه مدتی به خاطر راحتی کار دیجی‌ها، برای اینکه بتونن لاک کنن اون تمپوی آهنگو و بتونن راحت‌تر ترک‌ها رو با هم میکس کنن و کارشون رو جلو ببرن. خب اول از همه کیکو میشنویم 16 میزان، ولی خب کیکش فقط کیک خالی نیستش، یه کیکه که بوم 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 بوم. یه دونه کیک درام احتمالاً فیلتر شده، اون قبل از کیک دومی میشنوید دوم 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 دوم. یه دونه صدای پرکاشن هست تا 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 تا. خب صدای دارکه، بیشتر اون حالت امبینس داره. من اینجا یه دونه لاین مجزا براش درست نکردم. خب دیگه یه لاین مجزا براش درست نکردم که بگم های هت، احتمالاً های هت رو سمپل کرده و یه ریوربی چیزی داده، فیلترش کرده گذاشته اون پشت، ولی نیازی نبود دیگه من یه لاین مجزا براش بسازم. با کیک درام و اون پرکاشن سرعت بالا شروع میشه و این ترکا امبینس هم خیلی توش مهمه. یه سری فضا داره توش، مثل پد، مثل ریورب، اینجور چیزا. اگه ساید ترک رو با EQ برید گوش کنید متوجه امبینسش هم میشید که این کارم میکنیم. بعد دیگه 16 میزان دوم های هت اضافه میشه. این های هتش اگه دقت کنید این قسمت اتومات شده، دیکه های هتش اتومات شده. نکنید های هت
اینو اگر اتوماتش بکنی، خب این صدایی که اینجا داره میده رو نکنید EQ افزایش میده، دوباره کمش میکنه. یه حالت پد مانند به آهنگ اضافه میشه که میره جزو قسمت امبینس که خیلی هم توی تکنو مهمه. این قسمت یه نوت بیسلاین آخر این سکشن میاد، این سبز است، گوش کنید، صدای اسید. خب های هت رو اضافه میکنه، میگم خیلی کند چیزهای مختلف رو اضافه میکنن، صدای مختلف معرفی میشه تا برسه به دراپ که 2 دقیقه بعد از شروع آهنگ. ولی خب های هت رو اضافه میکنه، بعد آخر اینجا یک کلپ اضافه میشه، ته یه همچه حالتی. بعد دیگه های هت سرعت بالای کم میشه و مثلا قطع میشه، فقط چیزی داره یه افکت این افکت هم میره جزو دسته امبینس و اینجا یه های هت دیگه هم اضافه میشه به کار. کلپ هم که اینجا اضافه میشه. سکشن میگن بیلداپ. تا اینجا اینترو بود و هیچ کس به این آهنگ توجهی لازم نبود بکنه. بعد میره توی بیلداپ. بیلداپ قسمتیه که یه ذره خلوت میشه، بعد شروع میکنن انرژی انباشته میشه همینطوری تا برسه به دراپ و انرژی آزاد بشه. خب کاری که دراپ کرده اینه که کیکشو فیلتر کرده. این کیک دیگه اون لو اندو نداره، فیلتر شده. بیسلاین رو به کار اضافه میکنه ولی بیسلاینش هم فیلتر شده، در واقع فقط فرکانس پایینه فیلتر شده. بعد کلپ میاد، الان دراپ میشه. های هت رو عوض میکنه. الان صدای های هت عوض شد. هنوزم داره صدای های هت رو دیکیش رو اتومیت میکنه. بعد راید اضافه میشه. راید به این صدا میگن. اینجا اضافه میشه، گوش کنید. از همون مهمتر صدای بیسه که توی دراپ هست و بیسلاین اسیدیه. یکی از 2 عنصر مهم. تمام این صداهای درام 909 و این بیسلاین 303. نگاه کنید چجوری بیسلاین داره اتومات میشه. بذار یه EQ هم بندازم اینجا. EQ نداریم. بریم روی
لو پس که صدای بیس رو بشنویم. اینجای کار اونقدر کاتاف اتومات نکرده، دست به کاتاف هنوز زده نشده، تازه داره دستکاری میشه. رزونانسش رو داره زیاد میکنه و دیلی هم داره. الان روی بیسلاین دیلی داره. هی باز کرد. اول ناکنید چقدر بیس دارکه، بعد اینجا دیگه کاتاف باز میشه، راید اضافه میشه، انرژی بیشتر میشه. دیگه داره به آخرای دراپ اول داره نزدیک میشه. میشه گفت بریکداونش از اینجا تقریبا شروع میشه. بریکداون تقریبا میشه صداها رو یواش یواش کم میکنن، انرژی کم میشه که دوباره یه مقدار سطح انرژی بیاد پایین تر که بتونن دوباره بیلداپ کنن و دوباره بره تو دراپ. الان بریکداونش اینجا شروع میشه. اینجا دیگه ته دراپ کاتاف فیلتر رو باز کرده، صدای بیسلاین خیلی فرقاتش بالا، ولی اینجا دوباره صدای بیسلاین فرکانس پایین میشه، کلپ اضافه میاد، های هت رو قطع کرد. بیسلاین دارکه اینجا، اینجا کیک هم قطع میشه. کیک قطع شد، میشه گفت اینجا بیلداپ شروع میشه. بیلداپ اینجا شروع میشه، اینجا کیک نیست، چی نیست، فقط یه بیسلاینه. بعد کلپ اضافه میشه. کیک اضافه میشه ولی فیلتر شده است، فرکانس پایین نداره. بعد اسنیر اضافه میشه که اسنیر روله برای اینکه بیلداپ همینطوری انرژی انباشته بشه تا بتونن تو دراپ آزاد کنن. داره کاتاف فیلتر رو داره، کاتاف بیسلاین رو داره باز میکنه همچنان. صدای اسنیر دوباره به دراپ. پایت رو عوض میکنه الان. اینجا راید اضافه میشه، بعد میره های هت اضافه میشه. اینجا هم کلپ داره، میره تو بریکداون دوباره. این دراپ 2 بود. اینجا هم میشه گفت بریکداونش شاید از اینجا شروع میشه. نه، بریکداونش از اینجا شروع میشه. دیگه کیک و فیلتر میکنه. و
2 دقیقه آخر دیگه میره اوترو کار. اینجا یه سری اسنی رول داره. دیگه اوترو کار اینجوری یواش یواش اینجا های هت رو دیگه قطع میکنه به اینجا که دیگه میرسه دیگه اون یکی های هت آف بیتش هم قطع میکنه، یه حالت دارک میاره. هرچی که جلوتر میره عنصر مختلف رو بیرون میکشه تا دیگه هیچی نمونه. این بود خلاصه سبک تکنو. مطمئنا کارهای خیلی زیادی هست که تو این سبکه. حالا بعضیا به این سبک میگن اسید تکنو، ولی به نظر من تکنوی اصیل همینه تا جایی که من اطلاع دارم. اگر اشتباه میکنم بهم بگین. و آهنگ چیز از نظر سازبندی چیز پیچیده‌ای نداشت، خیلی چیزا نداشتش. یه دونه درام ماشین داشت که اینا همش درامه. خب این 8 تا ترک درامه، حالا 8 تا 10 تا ترک درام داره. یه دونه بیسلاین داره که تریه و یه مقدار امبینس داره که همه امبینساشو حالا من نذاشتم توی اینجا. همینه. میتونید برید ترک های دیگه این دیجی هم گوش کنید. ترک آخرش من تو اسپاتیفای گوش کردم، بازم همچنان همین سازبندی رو داشت. حالا یه مقدار متفاوت تر بود، یه سری چیز اضافه تری داشت، ولی تکنو همینه. توی برای موزیکی برای کلاب تهیه میشه و تکراری بودنش یه هدفی داره. و شما برای یه شنونده‌ای که با سبک تکنو آشنا نیست بذارید شاید خیلی کسل کننده باشه براش، ولی کسایی که تکنو بازن میدونن که باید به چی گوش کنن، به اون اتوماسیون ها و جزئیاتی که توی صدا وجود داره و گوش کنن. از نظر ملودی خیلی چیزی نداره ولی وایب داره، وایب خاص خودشو داره، به قول معروف هیپنوتیکه و یه جورایی شنونده ها رو تو کلاب هیپنوتیزم میکنه. اگر دوست دارید بیشتر از این ویدیوها ببینید لطفاً سابسکرایب کنید، لایک حتما بکنید و امیدوارم که موفق باشید. خدا نگهدار.